سلام دوستان، یادتون هست که گفتم راجع به قانون متقاعدسازی و ارتباطمون با فروش میخوام براتون صحبت کنم. قانون اول اینه که مردم فقط توسط افرادی متقاعد میشن که اونا رو دوست دارن. اگرچه این قانون خیلی بدیهی و ابتدایی به نظر میرسه، ولی خیلی از ماها بهش توجه نمی کنیم یا اونو فراموش میکنیم. حقیقت اینه که همه ما نسبت به کسانی که دوستشون داریم اعتماد بیشتری هم داریم و بیشتر حرفای اونا رو میپذیریم. مردمی که حس میکنیم بیشتر شبیه ما هستن و باهاشون ارتباط خوبی برقرار میکنیم. هرچه بیشتر با کسی احساس نزدیکی و ارتباط بکنیم، به همون اندازه اون قدرت بیشتری خواهد داشت که ما رو متقاعد بکنه و افکارش رو به ما منتقل بکنه. منتظر قانون شماره 2 باشید. متشکرم.